یه دیدم تو دیوار 8 تا 9 صبح S24 اولترا 72 میلیون تومن بود اون موقع آکبندش، یا یه گذاشته 65 تا. من اول فکرم کار کرده است، می‌خواستم زنگ بزنم آقا چقدر گرونه، مثلا زنگ زدم به طرف و گفتم آقا این گوشی چند وقت کار کرده؟ گفت آقا این اصلا کار نکرده، آکبنده. اصلا دیگه وای نستم باهاش صحبت کنم، گفتم همین الان میام پیشه. به محمد رفیقم گفتم محمد بشین بریم که گل زدیم. حالا این رفیق ما محمد به شدت آدم محافظه‌کاریه، نه اینکه آدم ترسویی باشه، نه. گفت داداش این اینجا اصلا این ساعت معامله نیست. تو راه که بودین خود طرف بهمون زنگ زد من دارم میرم یه جا ماشین تحویل بگیرم، پولو فقط برام بزن، شما یه جوری هم بزن همین الان بشینه گوشی و برو دست همکارم تحویل بگیر. همکارش که گفت اومد جلو در دیدیم آقا با شلوارک و دمپایی اومد. این دوست ما محمد با چش ابرو به من گفت آقا نگاه مشکوکه قضیه. من به طرف گفتم داداش من باید این گوشی رو باز کنم ببینم. آقا باز کن خیالت راحت نگاه کن. محمد گفتش که فامیلی شما چیه؟ طرف فامیلیشو گفتید با فامیلیش که پایین شما رو شباهت نمیکنه. گفت آقا من پولو فقط برای این آقا میزنم. ما زنگ زدیم به طرف گفت آقا شما کاریتون نباشه پولو برای من بزن گوشیام تحویل بگیر برو. با هر مدلی میشد دیگه محمد رو راضی کردم. محمد یهو برگشت گفت که آقا کل 65 میلیون رو تو یه حساب میخواد یا حسابای مختلف؟ گفت بابا مردم 65 تومن چی؟ گوشی 72 تومن پولشه، ما گوشیم 71 تومن. این آقا گوشی آکمن آگهی کرده بوده. یه نفر زنگ میزنه میگه مال من، یکی رو میفرستم کارمندمو میفرستم بگیر از آگهی رو پاک کن. گفته بود اون بنده خدا همکارمه، گفته بود ما هم کارمنداشیم داریم میریم گوشی رو تحویل بگیریم، میخواسته ما پولو بزنیم به حسابش و ما گوشی رو تحویل نتونیم از اون آدم بگیریم. این ماجرا واسه خود شخص من 3 تا نکته داشت.